کمیته جزای صلح نوبل روز 6 اکتبر سال 2023 در اسلو پایتخت نروژ به شعار زن زندگی آزادی جایزه صلح نوبل را در سال 2023 به نرگس محمدی یک حامی حقوق انسان که این حال در ایران در زندان قرار دارد داد. نرگس محمدی دومین زن ایرانی است که جایزه صلح نوبل را سزاوار گردید. سال 2023 شیرین عبادی برنده این جایزه گشته بود. نرگس محمدی در حال حاضر در محبس ایوین در ایران زندانی است، اما در برابر اون که این زن ایرانی در محبس قرار دارد، دست از تلاش برای حقوق انسان ها به خصوص زنان ایرانی و برقراری دموکراسی و عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران نبرداشته است. او بارها با انتشار نامه‌ها از زندان به وضعیت زنان زندانی به خصوص محبوسان سیاسی، شکنجه، وضعیت نامناسب زندان‌ها، آزار و اذیت آنها اعتراض کرده است. از این لحاظ کمیته صلح نوبل خانم محمدی را با دلیل مبارزه‌اش با ظلم بر زنان ایرانی و تلاش برای دفاع از حقوق انسان و آزادی‌های آن شایسته دریافت این جایزه دانسته است. کمیته انتخاب جایزه صلح نوبل میگوید که با این اقدام آنها پیمان با حکومت جمهوری اسلامی ایران دادند که به صدای مردمش گوش دهند. کمیته نوبل نروژ گفت با اهدای جایزه امساله نوبل به یک حامی حقوق از ایران از تلاش‌های صدها هزار مردم ایران قدردانی می‌کنند که مخالفت خود را بر سیاست رژیم تبعیض‌آمیز مذهبی ایران که زنان را سرکوب می‌کند به نمایش گذاشتند. اعتراض‌های ضد حکومت ایران ماه سپتامبر سال 2022 در پی هلاکت دختر 22 ساله مهسا امینی بعد بازداشتش با اتهام بدحجابی آغاز یافت. نرگس محمدی طی سال‌های گذشته بارها از طرف مقامات جمهوری اسلامی با اتهام مختلف به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش بازداشت، محاکمه و زندانی شده بود.